مکاترونیک. درس 14، عملگرهای هایدرولیکی. چگونگی و طرز کارکرد و مواد مورد استفاده در عملگرهای هایدرولیکی از چی قرار است؟ معمولاً در عملگرهای هایدرولیکی از سیالات غیر قابل تراکم مثل آیل استفاده میشه. در عملگرهای هایدرولیکی یک پمپ برای تولید فشار و ایجاد نرخ جریانی مورد نیاز ضرورت است. بدون پمپ تولید جریان یا فلو پرودکشن و ایجاد فشار آنچنان که باید امکان پذیر نیست. از جمله ویژگی های دیگه که در خصوص عملگرهای هایدرولیکی میشه عنوان کرده است که ساخت مؤثر و خوب و کارآمد عملگرهای هایدرولیکی هم پیچیدگی خود را داره و هم مشکلات خود را داره و به علاوه از این از نظر ساخت هزینه بر است و هزینه بالایی را ساخت یک عملگر هایدرولیکی متحمل میشه. خصوصیاتی که عملگرهای هایدرولیکی داره، یکی از خصوصیات حرکت خطی نوع از عملگر هاست. معمولاً عملگرهای هایدرولیکی باعث ایجاد جابجایی خطی یا حرکت خطی سیستم میشن. ویژگی ثانویه که میشه به عملگرهای هایدرولیکی نسبت داد قوهای بزرگ بدون استفاده از گراری هاست که در عملگرهای هایدرولیکی ایجاد میشه و یکی از مشخصه های قابل توجه در استفاده از عملگرهای هایدرولیکی هم قوهای بزرگ است که این از عملگرها ایجاد میکنن. ویژگی دیگه است که عملگرهای هایدرولیکی نسبت به سایر انواع عملگرها ساده و ساختار ساده را داراست. از مشخصهای مهم دیگه عملگرهای هایدرولیکی قابل انتقال بودن این نوع عملگرها در ماشین‌های قابل انتقال است. اما با آنچه گفته آمدیم یک ضد مزیتی را که میشه در عملگرهای هایدرولیکی مورد توجه قرار داد مؤثریت ناپایدارش است یا مؤثریت خراب و بعدش است که بعضاً در اثر لیکیج مایع یا سیال این مؤثریت یا حد اکثر و یا هم گاهی در حد اقل قابل نمایش و تخمین و محاسبه است. ولی با آن هم در همه ساختسازهایی که در ساختمان سازی در تولید صنایع مکانیکی استفاده میشه ترجیحاً از عملگرهای هایدرولیکی به دلیل داشتن قوه حد اکثر استفاده به عمل می آید. جرثقیل هایی که امروزه در ساختمان سازی برای انتقال مواد ساختمانی در طبقات بلند استفاده میشه یک شکلی از عملگرهای هایدرولیکی است. والهای هایدرولیکی جزء عملگرهای هایدرولیکی حساب میشه یا به عباره دیگه نوعی از عملگرهای هایدرولیکی به شمار میرن. والهای هایدرولیکی به 3 دسته تقسیم میشه. دسته اول از این به نام سروو والها یا والهای سرو یاد میشه. سروو والها
ساختار پیچیده ای دارن، از نظر ساخت هزینه بیشتر نیاز داره و قیمت تمام میشه، ولی از نظر کنترل قابلیت کنترل از او جزوی شاخصهای بارز این نوع از والها به شمار میره. نوع دومی از والهای هیدرولیکی والهای هیدرولیکی پروپورشنال است که از نظر ساختار ظاهری بسیار ساده است، از نظر هزینه های ساخت ارزان تمام میشه، ولی کنترلش مشکل است، زیادم ساده نیست. سومین نوع والهای هیدرولیکی دیجیتالی است که اخیراً روی از او کار شده، بسیار سریع کار میکنه، سریع عمل میکنه و کنترلش به صورت دیجیتالی معمولاً در محدوده و در حوزه پردازش جریان، چگونگی جریان و کنترل جریان قابل بحث و مداقه است. نوع اول والهایی را که بیشتر در صفحه قبلی بحث کردیم سرو والها است. سرو والها معمولا به شکل مکانیکی این ساختار دارا هستند. سرو والها میتونه توانایی پاسخگویی در مقابل تغییرات برقی را به عنوان ورودی داشته باشه، یا گاهی سرو والها میتونه که شرایط تغییرات را قابل کنترل بسازه و این قابل کنترل را به عنوان تعقیب کننده و پیگیری در خود تعمیم بده. مزیت‌های عمده که عملگرهای هیدرولیکی از خود تبارز میده شامل مواردی است که در ذیل یک روی زوم بحث میکنیم. یکی از مزیت‌های عمده عملگرهای هیدرولیکی نرخ توان بلند نسبت به وزن است. یکی از ویژگی‌هاش البته همین های پاور تو ویت ریشو هست که معمولاً در طراحی عملگرهای هیدرولیکی به عنوان یک اصل برجسته روی این مورد هم بحث صورت میگیره. مزیت دیگه عملگرهای هیدرولیکی تولید قوه بزرگ در سرعت‌های پایین است و این جزء ویژگی‌های بارز عملگرهای هیدرولیکی تا هنوز به شمار میره. خوبی و مزیت دیگه که در خصوص و در حاشیه عملگرهای هیدرولیکی میشه روی از اشاره کرد سازگاری عملگرهای هیدرولیکی همراه با ریز پردازنده ها یا میکروپروسسورهایی که قابلیت کنترل در سیستم ایجاد میکنه هست. و همچنان به عنوان یک مزیت وقتی روی عملگرهای هیدرولیکی بحث میشه در واقع روی یک تولرانس یا فضای مجازی که در او از ضرر رسانی به محیط جلوگیری به عمل میآید بحث میشه. یک مدل بسیار ساده از عملگرهای هیدرولیکی را در ایشماتیک به نظر میگیریم که شامل یک ون یا تیغه چرخشی هست. در این آیل وارد میشه و آیل از این خارج میشه. شعاع داخلی را دیگه داریم و شعاع بیرونی را بر از این میتونیم تعریف بکنیم. اگر قرار باشه ما برای طور که محاسبه بکنیم باید تفاضل مساحت سطح مقطع را داشته باشیم که دقیقاً برابر است به تی دی آر. حالا اگر ما این را بحث ببریم به طرف محاسبه تورک، این را میشه بگیم که از شعاع اولی تا شعاع دومی فشار عامه ضرب در شعاع ضرب در مساحت سطح مقطع تفاضل سطح مقطع یا پی آر تی دی آر. یعنی اگر سازی بکنیم، یعنی اگر ما قرار باشه تورک برای یک عملگر هیدرولیکی حساب بکنیم، فشار ضرب در تی با باور شما تی در اینجا چی را نشان میده؟
چی فکر میکنید؟ تی نشان دهنده شاخص عرض عملگر هست یا پارامتر دیگه که به باور شما پارامتر منطقی تر برای محاسبه تورک باشه؟ حالا پی تی انتگرال R1 تا به R2 RdR داره که میشه که بر 2 پی تی R2 مربع منفی R1 مربع. ای در اینجا مساحت سطح مقطع مفید یا مؤثر پیستون است و پی در اینجا در واقع فشار کاری سیستم یا عملگر است. و پاسخ پرسش طرح شده چی فکر کردین؟ تی نشان دهنده چی در این رابطه هست؟ یکی از مدل‌های اولیه عملگرهای هیدرولیکی عملگرهای نوع پیستوندار است که تصویر ترسیمی از او شما در صفحه حاضر ملاحظه میکنید. یک عملگر هیدرولیکی نوع پیستوندار شامل یک سلندر به عنوان محفظه اصلی است، اسپرنگ ارتجاعی است، سیستم پیستون است، سرم یا میله متصل به پیستون است، سیال هیدرولیکی هست، مجرای تهیه سیال هیدرولیکی هست، والهای کنترلی هست. دقیقاً این یک عملگر هیدرولیکی مدل پیستوندار هست. و باور شما استکاک جدار و میزان مکش یا سکشن که توسط دو سیال صورت میگیره و سایش خود سرم در جدار سلندر، موجودیت والها در افزایش استکاک سیستم سهم خواهد داشت و به بیان دیگر آیا در کاهش یافتن موثریت این از عملگرها نقش خواهد داشت؟ پاسخ شما چی خواهد بود؟ وقتی بحث از عملگرهای هیدرولیکی میشه روی سلندرهای هیدرولیکی نیز تمرکز میشه. سلندرهای هیدرولیکی در واقع یک نوعی از عملگرهاست که کار خاصشون تبدیل توان سیال به توان مکانیکی هست. و یک نوع بسیار معمول عملگرهای هیدرولیکی خود هیدرولیک سلندر یاد میشه که بعضا این به نام موتور هم یاد میکنن. هیدرولیک سلندرهای هیدرولیکی میتونه خطی باشه، میتونه چرخشی باشه و میتونه چند عمله باشه. در خطی سلندرها یک حرکت خطی یا خط مستقیم را ایجاد میکنن، در حالی که در نوع عملگرهای چرخشی موتورها یک حرکت چرخشی را باعث میشن. در عملگرهای چند عمله یا دو عمله قوه در دو جهت بر اثر اعمال فشار به پیستون ایجاد میشه. از هر سه نوع از هیدرولیک سلندرها ما در انواع مختلف ساختارهای مکانیکی و صنایع تولیدی استفاده میکنیم. در ادامه بحث سلندرها یا عملگرهای هیدرولیکی، در یک سلندر عامل و منبع انرژی در واقع مواد سوخت متراکم شده است که بین 20 تا 300 بار فشار را متحمل میشه.
در واقع وقتی ما از اینلت میاریم یک مقدار قابل ملاحظه مواد سوخت را متراکم میسازیم و فشارش افزایش میدیم و این افزایش فشار هم بین 20 تا 300 بار ایجاد میشه. در واقع ما یک انرژی قابل ملاحظه را به عنوان یک منبع انرژی در تحریک این سیستم ایجاد کردیم. در سلندرها یا عملگرهای هیدرولیکی قوه بر مبنای حاصل ضرب فشار در سطح مقطع خود پیستون حساب میشه. حالا هرچی در اینجا فشار افزایش پیدا بکنه قوه به نهایت افزایش پیدا میکنه و هرچه فشار در اینجا کاهش پیدا بکنه به مو اندازه قوه ایجاد شده توسط سلندر کاهش پیدا میکنه. از ساختارهای عملگرهای هیدرولیکی نوع سلندرها ما در انجین‌های احتراق داخلی و در انجین‌های سیستم‌های هوا فضا به وفور تا هنوز استفاده میکنیم. ویژگی هایی که سلندرها یا عملگرهای هیدرولیکی داره ای که یکی موقعیتشان قابل کنترل است و همچنان به علاوه ازی سرعت عملکردشان نیز قابل کنترل پیش بینی میشه. اگر قرار باشه ما قوه سلندر را حساب بکنیم بهتر است یک اسکماتیک دیاگرام به این شکل بر یک سلندر مدل بکنیم که در قسمت بالای ازو یک پیستون تعبیه شده باشه. برای ما مساحت سطح مقطع پیستون و قوه عاملی که باعث جابجایی از این پیستون میشه و فشاری که در داخل خود سلندر تولید میشه یا ایجاد میشه جزو عوامل اساسی محاسبه و تخمین قوه سلندر است. میفهمیم قوه در این حالت برابر میشه به فشار عامل در داخل سیستم ضرب در مساحت سطح مقطع. اگر ما بگیم قوه خارجی هست یا اکسترنال فورس هست پس در این صورت اف اکسترنال یا قوه خارجی برابر است با فشار عاملی که در اینجا ایجاد میشه ضرب در مساحت سطح مقطع پیستون. به باور شما باز هم نقش استکاک در کاهش و افزایش قوه قابل تولید برای سلندر با توجه به سایش و تماس سطح بیرونی پیستون و سلندر چی نقشی را خواهد داشت؟ باور شما در این خصوص چی خواهد بود؟ آیا باعث افزایش قوه خواهد شد یا کاهش قوه؟ دلایل و استنتاج شما از این بحث چی خواهد بود؟ برای محاسبه مساحت سطح مقطع پیستون ما سعی میکنیم از قطر بور پیستون برای تخمین مساحت استفاده کنیم. یک مثال در این زمینه حل میکنیم. یک سلندر همراه قطر بور 4 سانتی متر در نظر بگیرین و یک میله که قطر از او 1.5 سانتی متر است را در نظر بگیریم. یک میله داریم، یک راد و یک سلندر داریم. این نیاز است تا یک قوه 700 کیلوگرم فورس را باعث شود. چی مقدار فشار نیاز است؟ فقط یک ساختار ساده سلندر هیدرولیکی را داریم که ای حاوی
یک سلندر است و یک راد است که با این پایین و بالا میلغزه، که حالت اولیش است و حالت دومیش است وقتی که پایین لغزیده کاملا. قطر بور سلندر داریم که 4 سانتی متر است و قطر خود میله متحرک را داریم که در واقع ما پیستون اگر تصور بکنیم 1.5 کیلوگرم 1.5 سانتی متر است. بار مجموعی که اینا باعث میشن ایجاد بکنن 700 کیلوگرم فورس است. چی مقدار فشار نیاز است؟ ما باید در اولین مرحله مساحت سطح پستون را محاسبه بکنیم. مساحت سطح پستون برابر است به پای دی پی قطر پستون مربع بر 4. 3.14 ضرب در 4 سانتی متر بر 4 میشه حدود 12.57 سانتی متر مربع مساحت سطح پستون. حالا ما باید مساحت سطح میله هم حساب بکنیم به عنوان یک عامل اثرگذار در تحلیل قوه های سلندرها یا هیدرولیک سلندرها. برای محاسبه میله ای آر ای راد پای دی آر مربع بر 4 داریم که 3.42 ضرب در 1.5 سانتی متر مربع بر 4 داریم و این میشه 1.77 سانتی متر مربع. این شد مساحت سطح مقطع میله متصل به سیستم. حالا به راحتی میشه فشار را محاسبه کرد. فشار برابر است به قوه بر تقسیم بر مساحت سطح مقطع. این قوه در واقع قوه میله هست. اف آر اف راد بر تفاضل یا تفاوت مساحت سطح مقطع خود سلندر و میله، یعنی ای پی مساحت سطح مقطع پیستون منفی ای راد. ما اف آر در متن مثال داریم 700 کیلوگرم فورس بر ای پی 12.57 سانتی متر مربع و ای راد 1.77 سانتی متر مربع داریم. در مجموع وقت محاسبه کنیم چیزی حدود 64.80 کیلوگرم فورس بر سانتی متر مربع فشار نیاز است تا یک قوه 700 کیلوگرم فورس در این سیستم ایجاد شود. همونطور که در صفحات قبلی اشاره کردیم یکی از انواع پرکاربرد سلندرها یا هیدرولیک سلندرهای تک عمله هست، سینگل اکتینگ است. این نوع سلندرها تحت فشار صرف در یک جهت عمل میکنه و به صورت خودکار وقت فشار از بالش برداشته میشه دوباره به موقع اولی خود برمیگرده. دقیقاً حالت فشار و ویژگی حالت فشاری یک اسپرینگ را داره، یعنی وقتی شما فشار میتین فشار دوباره رها میکنین به شکل اولی خود برمیگرده. ساختار فیزیکی مدل شدهش به این شکل است. این یک پیستون راد ما داریم، یک حفاظ داریم، یک برل داریم، پیستون متحرک داخل زیری داریم که به پیستون راد وصل است، راد این پورت داریم و کپ این پورت داریم. دقیقاً یک سینگل اکتینگ سلندر است که فقط در یک جهت میتونه باعث تولید قوه و حرکت شود. همونطور که در صفحات قبلی مختصرا اشاره کردیم نوع دیگه از سلندرهای چند عمله یا دو عمله هست که حد اکثر از این استفاده میشه و کار از این در دو جهت انجام میشه. سمت راست میتونین از تحریک از این استفاده بکنین، هم سمت چپ، یعنی هم در این سمت میتونه باعث تولید قوه شود و هم در سمت مخالف خود. این پرکاربردترین است و معمولا در کرن ها، جرثقیل ها و ساختارهای با توناژ بلند از نوع دبل اکتینگ سلندرهای هیدرولیکی که در واقع عملگرهای هیدرولیکی است به وفور استفاده میکنیم. یک مدل دیگر که اصطلاحاً به نام تلسکوپ سلندر یاد میکنن هم مورد استفاده ما در سیستم های مختلف و در ساختارهای مختلف صنایع تولیدی هست. این وقتی از این استفاده میشه که ما یک ضربه طویل را و یک ریترکت بسیار کوتاه را نیاز داشته باشیم.
مثلا ما وقتی دم ترک ها را اگه دیده باشین که بالا میشه قسمت تخلیش یا زغال یا گل یا ریگ را در مقابل محل ساختمانی تخلیه میکنه. معمولا از این نوع سلندرها استفاده میکنیم، یعنی گاهی طویل میشه و گاهی کوتاه میشه بر حسب نیاز و بر اساس ضرورتی که ما از استفاده از او داریم. بیشتر استفاده ازی در دمپ ترک های و موتورهای حامل بار است که در مواد ساختمانی بیشترین استفاده از او صورت میگیره، بر انتقال ریگ، بر انتقال خشت، بر انتقال سمنت و بر انتقال سایر ابزار و مسائل ساختمانی. یک مدل دیگه از سلندرهای هیدرولیکی به نام سلندرهای دومیله‌ای هم یاد میشه. سلندرهای دومیله‌ای ویژگی که داره است میله از هر دو انجام میتونه افزایش کنه، تبدیل شه و بیرون و در واقع کار بر مبنای از او انجام شود. در جاهایی که حد اکثر بارگذاری را ما نیاز داریم اعمال بکنیم، معمولا ما از دبل راد سلندر یا سلندرهای دومیله استفاده میکنیم. از سلندرهای دومیله معمولا در جرثقیل هایی که برای بلند منزل ها استفاده میشه و گریدر هایی که کندنکاری های عمیق را در معادن انجام میده استفاده به عمل میاد. یک مدل دیگه از سلندرهای هیدرولیکی سلندرهای تاندم است. ما وقتی از این نوع عملگرها استفاده میکنیم و وقتی از این نوع سلندرهای هیدرولیکی استفاده میکنیم که یک مقدار قابل ملاحظه قوه را از یک سلندر با قطر کوچک توقع داشته باشیم. گاهی یا اتفاقا شاید در بعضی از ساختارها و سیستم‌های صنایع تولیدی ما از این نوع سلندرها بر حسب نیاز استفاده کنیم، یعنی در جاهایی که فضا کوچکتر است ما ساختارهای کوچکتر داریم ولی قوی بزرگتر از اون توقع داریم. در این حالات ترجیحاً ما میم از سلندرهای هیدرولیکی نوع تاندم استفاده میکنیم. رمپرس ها یا هایدرولیک رمپرس ها نوع دیگه از هایدرولیک سلندرها یا سلندرهای هیدرولیکی است یا نوع دیگه از عملگرهای هیدرولیکی است که قوهای بسیار بزرگ را تولید میکنن. در این نوع از هیدرولیک سلندرهای هیدرولیکی ما به عوض پستون از شولدر استفاده میکنیم. از نظر ساخت چون ساخت از یا پیچیده تر است و استحکام در این نوع ساختارها بیشتر مطرح بحث است، تولید از اینا و ساخت از اینا هزینه بر است و قیمت تمام میشه. از هایدرولیک رمپرس ها ما در هات پرس و در تمام صنایع تولید مکانیکی استفاده به عمل میاریم. در کاربردهای سلندر هیدرولیک ها یا هیدرولیک سلندرهای هیدرولیکی در واقع خود یک بازوی متحرکه که باعث ایجاد بینان چپ راست یا پن میشه را ما میتونیم بر از او قوه را حساب بکنیم. مثلا شما اینجا اگه هنگ در نظر بگیرین یا اینجا زاویه که اینجا مطرح میشه یا زاویه که اینجا نظر با افق مطرح میشه اگه داشته باشیم، کوساین از زاویه اگه داشته باشیم ضرب در قوه سایکل کنیم، در واقع میزان قوه خالص را در حالاتی که ما سلندر بحث میکنیم برای با محاسبه میکنه و میته.
موتور که تولید شده مورد نیاز هم در اطراف نقطه تکای یک سلندر به این شکل و شمایل هیدرولیکی را میتونیم از رابطه اف لیور به ضرب در ال که طول ازی هست محاسبه بکنیم. بیشترین استفاده سلندرها را ما در ساختار بسیار ساده مکانیکی به این صورت داریم که برای انتقال استفاده میشه. کافی است ما زاویه را داشته باشیم، نظر به افق دقیقاً میشانیم مثلث قوه را رسم بکنیم و تحلیل قوه را بالای این مدل از سلندرهای هیدرولیکی که در واقع عملگرهای هیدرولیکی است انجام بدیم. بدرود تا دیدار دیگر.